ما سیمکشی را کاملا انجام دادیم و اینچنین از نظر گذراندیم. یک باری دیگر ما یک تا استوب داریم طبقی نقشه. یکم وارنت یکم داریم، یک تا استوب داریم، استارتی یکم، یعنی استارتی یکم و استارتی دوم. منبع را تامین میکنیم. 3 فازه، 1 فازه. یکم شرطی که باید اجرا شود، اسی دیمو باید با کار ندارید، یعنی ما پخش کرده ایستودیم. اسی د محرک دیم راه اندازی نشده ایستوده است. تو آندمی که ما اسی یکا، یعنی محرک یکم راه اندازی نکنیم. محرک یکم راه اندازی شد، اجازت میده با محرک دوم. یک تا استوب داریم روی خط، هر دوش خط میشه. دوم اجازتی راه اندازی ندارد. و اینچنین حمایه از سیر بوری پای در پای، یعنی ما در اینجا یا یکم یا دوم اگر با کورکی در اومد باید زنجیر ما پورا قطع شود. یعنی این به این شکل من استوپ پخش میکنم در یکم سیر بوری. فرض کردیم محرک ما از سیر بوری حمایه شد، هر دو کانتاکت رو از کور موندن. و اینچنین یا دوم، یعنی زنجیر ما پورا کاملا کار میکنه، یگان کمبودی ندارد. سخیمه ما هم کامل است، مکمل است. و برای واریانت دوم ما لازم نیست پورا سخیمه را سیم کشیش از سر انجام دهیم. ما فقط تغییر لوحه ها در همین قسمت انجام میدیم و فکر من واریانت خوبتری واریانت بود که ما طراحی کردیم. ما همین نقل از این قطعه، همین نقله که رقم 3 با 14 از 14 اینجا آمدگی بود با استارتی دوم، یعنی استارتی دوم ما هستی آمدگی بود از 14. ما از 14 جدا کردیم. بهترش ما هر دوش استفاده میکنیم، ای هم استفاده میکنیم، ای هم. من نقل از اینجا جدا کردم. اینجا ما لازم داریم یک کانتاکت یوری رسون و جای معذرت هست ما کانتاکت یوری رسون نداشتیم، اما کانتاکتی چی دو یوری دهنده ای تاخیر در قد داریم. ما میتونیم میره استفاده کنیم و تاخیرش نول مونیم. در اینجا ما میبینیم که کانتاکت یوری رسون ما یک تا کانتاکت تیغه بسته این سی طبق رقم 65-66 و یک تا NO 57 و 58 دارد. ما همین تیغه را استفاده میکنیم. نصبش چنین است. در کانتاکتوری K1 با شکل زیری نصب میکنیم. و کانتاکتوری اصلیش با شکل زیرین است که ما متاسفانه نداریم. در اینجا وصل میشن تیغه یوری دهنده، اما نتیجه مثل پیشتر است. یعنی ما همین با جای تیغه باز و بسته استفاده کنیم میتونیم، فقط تخریب وقتش نول میکنیم. ما این نقل جدا کردیم از این قسمت، یعنی 3 از 3 برآمد 14 رفتگی بود که یکی ما جدا میکنیم و از این نقطه هم جدا میکنیم. بهترش نقطه ما لازم نداریم، این نقطه را ما میمونیم. یعنی این قسمت 3 بود، این قسمت میسته 3 یگون
نقل به حالت اوله قسمت بود. ما یک نقل لازم داریم به این نقطه و یک نقل دیگر القا میکنیم در اینجا طبقی رقموی چند طبقی رقمی 13 و در اینجا رقمی 57 58 است. تیغه های باز 57 58 یعنی 3 مو اتصال می شود، یعنی برآمد 3 مو اتصال می شود با که 14 نیایی و با 58 که یکی و 58 و یک نقطه دیگر لازم داریم از 57 با کجا با 13 با 13 جوی که ما نقطه پیشتره را جدا کنیم. خب 13 13 طبق نقشه 13 که یک ام که یک ام و 13 13 درآمد تیغه باز یکم تیغه باز حتی جهش کننده پیمش که ما گرفتیم آوردیم با 57 با تیغه بازی دیگری کانتکتی یوری رسون و 57 طبق نقشه 58 اتصال شد با چند با رقم 3 58 اتصال شد با رقم 3 ستار از برآمد گرفتیم. خب وارنتی دیگر هم طراحی کردیم. این نقطه 3 بود نقطه باشید خب وارنتی دیگه هم طراحی کردیم سینکشی انجام دادیم و نتیجه را میبینیم. نتیجه یکم دیوم وصل دیوم کار نکرده سوده است وصل یکم اجرا شد محرک یکی راه اندازی شد و دیوم نتیجه مثل پیشتر یکم کمبودی در نقشه نیست. بو اگر حمایت سیربوری شد کاملا اجرا شد و باز این سخیمه وارنت دیگر هم استفاده میکنیم. چی تغییر لوحه ها شد یعنی ما این قسمت نقله الکی این نقله ما میگیریم از اینجا و با این نمود طراحی میکنیم. سینکشی انجام میدیم قاعد میکنیم ما برای 57 13 نقطه چند 57 13 رو ما گرفتیم 57 13 مدار لازم نیست.
57 13 را گرفتیم. این نقیل ما از اینجا از جوش گرفتیم. این نقیل شام میگیریم موزی 58 3 را، یعنی 58 طرف جلو میکنیم 58 3 را، یعنی 58 3 را ما 3 را جلو نمیکنیم بلکه یعنی اینجا رقم گذاری کنیم 3 این بود 57 58 4 3 را ما علاقه اتصال میکنیم با کجا؟ با رقمی 13 14 ستارتی یکم یکی این اینجا 3 4 ستارتی یکم یکی تیغه بازی کانتاکتوری که یکیم بهترش با ستارتی یکم، یعنی ما این نقطه 3 اتصال شد با 3 اسی یکم، یعنی تکمه یکم و اتصال شد با 3 و در آمد. ما در جد نقل داریم، ما میتونیم با کجا پیوست کنیم؟ با 13 با 13 آزادتر است میتونیم پیوست کنیم، یعنی با این نقطه با 13 که یکیم در آمد تیغه بازی کانتاکتور یکم. خب این قسمت انجام شد. ما علاقه از اینجا گرفتیم. یک تا جهش کننده دیگه باید این قسمت نقلی نه، این قسمت 57 58 نیست، قسمت 13 14 که کایدیم است. این قسمت میشه 57 58، یعنی ما حاضر نقلی که با کانتاکتوری که ایکی کایدیم رفتگی بود ما جدا میکنیم هر دو نقله. چی از او بود نقلی هر دو نقله بله ما لازم داریم که همین قسمه پرا قطع کنیم، یعنی هم قسم 14 و هم قسمی که با یک اومده اتصال شدگی بود باید حتما با درآمد 57 اتصال شد با یک نه با 57، یعنی همین قسمت هر دو چی قسمی 14 و چی قسمی یک اومد با 57 با درآمدی تیغه بازی یوری رسونی که یک ایم. اکنون بعد از برآمد یعنی برآمد 58 اومد با یکی کایدیم از 58، یعنی این علاقه از 58 درست میکنیم 58 برآمد اومد با یک علاقه. تو از این کانتاکت تیغه عبور نکند یکی مو تغذیه نمیشه، یکی کایدیم فقط همین قد تغییرات ما وارد کردیم، یعنی نقل اومد با اکنون با یک ما تغییرات اجرا کردیم، نتیجه را میبینیم. برای 3 فازه درست کانتاکتور یکی ما رو همراهی شد، کانتاکتور دوم خط وصل یکم یعنی در اینجا
агар ки якамтар нофаҳмишидагӣ бошад, чунки дар инҷа барои мо ҳамин таъхир дар қад якамтар мушкиле эҷод кард ва иҷозат надорем барои КДМ К1 аввал, баъдашам КДМ ҳимояи сирборӣ якум дуюм ҳимоя сирборӣ. яъне нақша комилан иҷро шуд дар ҳар се вариантҳо ва гарчанде ки симкашии мо якамтар мушкил дурушт анҷом шудааст, дурушт ва ин маънии онро надорад ки мушкил аст. ва якумин пешниҳодоти ман оиди симкашӣ дар ҳамин аст ки шумо рақамгузориро иҷро кунед ва шумо кулли ҳамин дарсҳо маълум аст ки мо ба таври ягона ҳам амалан иҷро карда истодаем ва аз рӯи нақшакашӣ ки ягон камбудӣ дар натиҷа дар таҷриба иҷод нашуда истодааст ва якумин сабабаш ин аст ки мо рақамгузориро иҷро мекунем ва аз рӯи рақамҳо симкашиша анҷом медиҳем ва мисли дарсҳои гузашта мо дар инҷа ягон тағйироти нав, ягон чизи нав нест, фақат ягона тағйироте ки шуд дар қисми яке пас аз дигари ҳамин нуқта буд ки мо дар се вариант ӯро дидем ва ин буд пурра комилан дарси шашум ва роҳандозии ду мотор муҳаррики асинхронӣ ба сурати яке пас аз дигаре.